پس از مرگ بروسلی، بازیگر معروف که کونگ فو را به سینما آورد، تصور میشد که بروسلی دیگر تکرار نخواهد شد و سینمای جهان و ویژه سینمای هالیوود برای ابد یک بازیگر ورزشکار آسیایی را از دست داده است. اما ظهور جکی چان این همه تصور و خیال را دگرگون کرد. نه تنها ورزش رسمی شرقی که بیشتر ورزشی چینی و ژاپنی شناخته می شود در سینما به افول نگرایید، بلکه این ورزش بیشتر در فیلم‌های اکشن ظاهر شد. اما جکی چان نه تنها در جایگاه خالی بروسلی تکیه زد، بلکه بیشتر از بروسلی درخشید و یک اکشن طنز را وارد سینما کرد. خود کارگردان و سرمایه‌گذار برخی از فیلم‌هایش شد، بدلکاری کرد، در صورت موسیقی سرمایه‌گذاری کرد و چند آلبوم آهنگ تولید کرد. در کارتون کونگ فو پاندا صدایش را به کار برد، بنیاد خیریت ساخت و سفیر یونیسف در جهان شد. همان سال جکی چان 70 ساله شد. هنوز در حال است فیلم می‌سازد و در صحنه‌های اکشن که حتی ممکن است به مرگش منجر شود نقش بازی می‌کند. جکی چان شاید مشهورترین بازیگر آسیایی است که در سینمای هالیوود بیشتر شناخته شده و فیلم‌هایش شهرت جهانی دارد. اما این بازیگر، ورزشکار، فیلمساز و چهره تمجید شده در یک خانواده فقیر به دنیا آمد. از 6 تا 17 سالگی در یک مکتب شب و روزی در هنگ کنگ و دور از خانواده به سختی در رشته‌های اکروبات، آوازخوانی و ورزش آموزش دید و ولی نقش بازیگریش را در یک تئاتر به حیث بازیگر کودک در هنگ کنگ اجرا کرد. بروسلی زنده نیست. طعم فیلم‌های ورزشی رسمی نه از گروه کارگردانان و فیلمسازان زاده شده و نه از ذهن بینندگان بیرون رفته است. گویا همه تشنه فیلم‌هایی هستند که در آن یک ورزشکار رسمی راهنمایی کند و آتش بیننده‌های فیلم‌های هنرهای رسمی را فرو نشاند. هنگ کنگ سنت فیلم دارد. یک تهیه کننده هنگ کنگی به نام لووی در صدد یافتن جانشینی برای بروسلی فقید است. چه کسی می‌تواند جای آن آدم لاغرندام چابک با چشمان عقابی و سرعت عمل در حمله فیزیکی و جان حریف کارکشته رسمی را که بروسلی نام دارد در فیلم بگیرد؟ هیچ کس، چون تا آن سال یعنی سال 1976 که 3 سال از مرگ بروسلی می‌گذشت، هیچ کسی در کرسی و مقام هنری رسمی بروسلی تکیه نزده بود. اما دنیا گویا پر است از استعدادها و اشخاصی که شب و روز برای موفقیت تلاش می‌کنند. آیا یک هموطن دیگر بروسلی شایسته تکیه زدن به مقام‌هایی نیست؟ البته که است. آن کسی که می‌تواند باشد، آن کس بدون تردید جکی چان است. اولین فیلم‌های جکی چان میان سال‌های 1976 و 1978 چندان درخشان و قابل تحسین نیستند. اما بازی درخشان جکی چان در فیلم مار در سه عقاب و جای شخصیت خشن میمون لی و همچنان در فیلم استاد مست و ایرا در جایگاه بروسلی فقید قرار داد. جکی چان در سال 1979 فیلمنامه فیلم کفتار بیباک را نوشت و آن را کارگردانی کرد و چند سالی در صنعت سینمای هنگ کنگ و کارهای موفق سینمایی مشغول بود. اما هنوز و یک هنرپیشه هنگ کنگی بود و به نظر می آمد که راه طولانی و دشواری برای ورود به سینمای انگلیسی زبان و ویژه سینمای هالیوود را در پیش دارد. هنرپیشه بودن در فیلم‌های اکشن رسمی البته گاهی ممکن است سبب مجروح شدن و مرگ هنرپیشه هم شود. جکی چان هنگام بازی در یک فیلم دچار مسمومیت جمجمه سرش صدمه دید، شنوایش را مدتی از دست داد، حتی ممکن بود که بمیرد. در دهه 1990 جکی چان بالاخره وارد بازار آمریکا شد و در سال 1995 جایزه یک عمر دستاورد را از شبکه کیبلی MTV دریافت کرد و سال بعد یک فیلم پرفروش وی در آمریکا بازار آمد. جکی چان در سال 1998 در کنار کریس تاکر کمدین معروف آمریکایی در فیلم ساعت 11 بازی کرد و موفقیت بزرگ برای وی برمغان آورد. جکی چان در ادامه موفقیت‌های جهانی‌اش جایزه افتخاری اسکار یک عمر فعالیت سینمایی را هم به دست آورد. این هنرپیشه، کارگردان، تهیه کننده و مدادگر اجتماعی موفقیت‌هایش را مدیون کار مداوم با هدف و تلاش شب و روزی می‌داند. البته جای تردید نیست که جایگاه بروسلی را در صنعت فیلم‌های هنری رسمی جکی چان پر کرده است و حتی بیشتر از او در سینما درخشید.